آها. اینم از این. وای 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 فیروزه تو رو خدا این گلبرگا رو کم بریز بابا. تو هپی پای مشتریا برای همین بشقاباشونو برمیگردونن. موضوع امشب عشقه، البته که باید گلبرگ بریزیم. ببین منو فیروزه، مبادا یه وقت پیش بچه ها موضوع عشقای قبلی رو بازگو کنی یا کسی نمیخواد به ماجراهای عشقای تو گوش کنه گفته باشم، فهمیدی؟ پس دلشون میخواد ماجرای جهیزیه تو رو بشنون. آره کارت خیلی زشت بود فیروزه. میدونی که من چقدر رو این موضوع حساسم، عمدن این کارو میکنی. آره دوبله شده در استودیو جن. خودتو جمع جور کن لیلا، مبادا حال بقیه رو بگیری یا نباید گریه کنی. امروز میخوایم خوشحال باشیم. باشه زود باش. باشه برو بچه ها پشت در نمونن. چقدر خوب که من این روزای قشنگم دیدم عزیزم. چشم نخورین، چقدر به هم میای. خوش اومدین. بیا تو بغلم. وای 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 خوش اومدیم. چشم نخورین بفرمایید. اوه خیلی بامزه. تو چرا اینقدر بامزه ها؟ چی شده؟ ببین ابراهیم، دوستات بالاخره قبول کردن همدیگه رو دوست دارن. این پیشرفت بزرگیه، بقیه‌شو با حرف زدن حل میکنی. تو اینطوری میگی، اما بعضی چیزا با حرف زدن پیچیده تر میشن. مثلا چی؟ بیا ببینم. وای خیلی بامزه‌ای. آیدا رو میگم، میدونی اولین روزی که اومدی باهاش آشنا شدی. دوست لروکس. ما یه مدت با همیم. خوب پیش میره، خیلی ازش خوشم میاد، اما یه سری چیزا نمیشه. یعنی خیلی با هم فرق داریم، منطقمون کاملا با هم متفاوته. یعنی چی؟ منو میشناسی، من طرفدار طبیعتم. آیدا اصلا از اینجور چیزا خوشش نمیاد. من میخوام دوتایی با هم باشیم، اما اون فقط به فکر دوستاشه. اطرافش هم خیلی شلوغه. تصورشو بکن داداش بنیامین، در مورد رابطمون همه نظر میدن. شما ابراهیم جان به اولین مشکل رابطتون برخوردین. اون یعنی چی؟ مگه شما یهو عاشقم نشدین؟ آره خب یهویی شد. همین دیگه. ببین به هم نزدیک شدین اما همدیگه رو نمیشناسین. عاشقین اما نمیتونین قبول کنین. به شما هم تکلیف میدم. مثلا قرار آماده کنیم. قرار؟ آره قرارای سورپرایز. فایده ای هم داره؟ اگه فایده ای نداشت بیا یه تکلیف دیگه بهت بدم. توفی کجاست؟ توفی کجایی؟ اعصابمو خورد نکن. کجایی؟ بیا اینجا ببینم. بیا ممنون. وای دمیر اینا خیلی عالی شدن. بیا یکم ازش بخور، خوشمزه است. بیا تو یکم از این بخور، خوراک خودته. آی چون سرخ کردنی دوست دارم اینجوری میگی. خب دوست داری دیگه؟ آره دوست دارم. ببین اما زیاد نخور چون مثل شب سنگینه. باشه کافیه. یکم دیگه هم بعد دیگه کافیه. ممنونم. چطوره؟ عالیه. مگه نه؟ تو که منو میشناسی. فیروزه داری چی کار میکنی؟ جلوی بچه ها زشته. فیروزه خانم خوبی؟ چیزی ناراحتتون کرده؟ وای خیلی ببخشید، انقدر ناز شدین که من احساساتی شدم. ببخشید. یعنی میدونین اولین روزی که اومدین اینجا میدونستیم که یه روز با هم میشین. خیلی به هم میان. خوشحالم که اون خونه رو خریدین.
فهمید. فقط این موضوع خونه هنوز تموم نشده خانم. درسته که من دیگه قصد ندارم خونه رو تقسیم کنم، اما این واقعیت رو که یه خونه رو به 2 نفر فروختین عوض نمی‌کنه و این موضوع رو باید حل کنه. اما دمیر جون خب تو خودت گفتی که باشه فیروزه خانم، باشه، الان در موردش صحبت نمی‌کنیم. حالمون گرفته نشه. بعداً وکلمون خبر می‌کنیم و میشینیم همه با هم صحبت می‌کنیم. اون فقط خواستم بدونین که یادمون نرفته. همش همین. گفتی وکلامون آره؟ اما دمیر جون اینا رو دیگه از کجا آوردی؟ نه لروکس جون، این وسط یه کلاهبرداری شده. درسته ما با همیم، اما این دلیل نمیشه که این جرم انجام نشده باشه. خیلی ببخشید، این موضوع رو قانون حل کنه. دمیر خان حق دارن، بعداً در مورد این موضوع حرف میزنیم. باشه فیروزه، بهتره ما بریم دسرا رو بیاریم. فیروزه زود باش، فیروزه زود باش دیگه، بیا. یعنی چی آخه؟ چرا این بیچارا رو اذیتشون میکنی؟ نمیشه که اینقدر راحت باشن. این همه بلا سرمون آوردن، بذار یکم هم اونا اذیت بشن. اوی خیلی بدجنسی. تو چی کار میشه کرد؟ دنیا همینه دیگه. اونو بی خیال، بیا یکم از این بخور ببین چجوریه. چرا این کارو باشون کردی؟ این تازه اولشه. تو اونا رو بی خیال. این تکلیف دوممون نخه. باشه این تکلیف دوممون که انجامش ندادیم. در موردش فکر کردی کاری که هر دوتامون انجام ندادیم؟ مگه میشه پیش اون دوتا به چیز دیگه ای هم فکر کرد آخه؟ آره درسته، یکم زیادی حرف میزنم. در ضمن معلوم نیست اصلا در مورد چه موضوعی حرف میزنم. گرچه این منو یاد یکی میندازه. کیو؟ یه لحظه منظورت منم؟ واقعا که یه چیزی بگم، عشق اصلا بهت نمیاد. رفتی طرف تاریکی. ببین امروز هم فیروزه خانومو داشتی سکته میدادی. داری یکم بی‌انصافی میکنی. توی این کار فقط تو موفقی. در ضمن خیلی هم خوب بلدی موضوع رو عوض کنی. به تکلیف دوممون فکر کن، چی کار کنی؟ به چی فکر کنم؟ باید یه کاری باشه که من نکردم و تو هم نکرده باشی دیگه. دمی رقصای سالونی خواهش میکنم. خیلی معذرت میخوام، اما تو خوابگاه انجامش دادم. تو خوابگاه مگه چی بهتون یاد دادن آخه؟ کیفتو بده ببینم. اما تو قبلا این کارو کردی. آره یعنی آره تو سالن انجام دادم، اما تو خیابون انجام ندادم. مخصوصا جلوی خونه‌مون که به هیچ وجه. این اولین باره. من اصلا بلد نیستم. بیا تو با من همراه باش ببینم چقدر یادم مونده. ببخشید دردت اومد داره.
یک چیزی پیدا کردم که باورت نمیشه. امیدوارم به درد اون بخوره. واقعا که بوراک، امروز واسه اینکه اطلاعات به دست بیارم به هر کس و ناکسی زنگ زدم. اگه قدرمو نمیدونی اصلا حرف نمیزنم. باشه فرخ، ببین من تحسینت میکنم. امروزم واقعا کارت حرف نداشت. اطلاعات تو هیچ کس نمیتونست به دست بیاره. یعنی اونقدر هم دیگه نیست جونم، فقط کافی بود سرنخهای درست رو دنبال کنم که منم دنبال کردم. فرخ میخوای بگی یا نه؟ آهان باشه، به زور تونستم اسم نامزد دمی رو پیدا کنم، اما ارزششو داشت. حدس بزن این دختره کیه؟ کیه؟ اصلا باورت نمیشه. این کیه؟ ایلول گندوزلی. فامیلیش اصلا برات آشنا نیست ها؟ نه. آها. داری شوخی میکنی؟ عجبا. تلفنت. ببخشید. مامانت اینا؟ نه، مشتریه. کدوم مشتری؟ شب بخیر بروش خان. نه خواهش میکنم بفرمایید. اما یعنی ما نه به خاطر اون نیست، اما ما اینو تو شرکت باشه. فهمیدم. باشه کجا؟ حتما باشه. شب بخیر. مشتریه که امروز باش آشنا شدم، میخواد بره خارج از کشور. میخواد درباره یه پروژه جدیدمون با هم حرف بزنه. این وقت شب چرا بوراک نمیره؟ چون من با طرف جلسه داشتم. بوراک تو جلسه نبود، یعنی در مورد پروژه هم هیچی نمیدونه. من باید برم. دمی کار دیگه چی کارش کنم؟ میدونی که خیلی مسخره است مگه نه؟ باشه بیا بریم. خودم میرسونم و تو تا کار تموم نشده منتظرت میمونم، بعدش با هم دیگه برمیگردیم. زود باش. زود باش. این وقت شب جلسه. پس شد نامزد سابق دمیرخان خانوم ایلول، دختر رئیس هیئت مدیره. دقیقاً خودشه، دختر فکرت گندوزلی. باورم نمیشه. تو رو خدا میبینید چه تصادفی. فرخ اسم این تصادف نیست. مگه تو نگفتی این دختر دمی رو ترک کرده و هیچ ردی از خودش به جا نذاشته؟ معمار مشهور دمیرخان اومده سهام یه شرکت ورشکسته رو خریده. آهان، حالا رازشو فهمیدم. پس سهام شرکت رو برای دسترسی به نامزد سابقش خریده. معلومه هنوز نتونسته پیداش کنه. شاید هم خواسته دختر خبردار بشه، چون خودش نتونسته پیداش کنه. خواسته از طریق باباش پیداش کنه، اما یا دختره خبر نداره یا اصلا براش مهم نبوده. یعنی به هر حال اینو میدونیم که دختره از دمیر فرار میکنه و باباش آدرس و شماره تلفن خودشو به دمیر نمیده. درسته، اما به من میده. سلام فکرت خان، من بوراکم. خوبم، ممنونم. ببخشید این موقع شب مزاحمتون شدم، اما نه نگران نباشید، اون مسئله رو حل کردیم. نه در مورد مشکلات مالی هم بگو. راستش من به خاطر دخترتون مزاحم شدم. ایلول خانم حسابدار یه شرکت بزرگ بودن. ما یه چند تا سوال در مورد پروژه جدیدمون ازشون داشتیم. امکانش هست؟ خیلی ممنونم. شب بخیر. ممنونم. خب چی شد؟ شمارشو میفرسته. حالا میریم به ملاقات عشق قدیمی دمیرخان.
دمیر ها. تو هم میخوای بیای مثل بچه‌هایی که مامان باباشون میبرنشون لروکس. پارک؟ طرف این وقت شب تو رو دعوت کرده بیای هتل. طبیعیه که میام. دمیر نکن دیگه. ببین اینجوری خیلی زشت میشه. در ضمن طرف احمق نیست، میفهمه. باشه بذار بفهمه. منم میام تا بفهمه. دمیر بورچ خان واقعا آدم حسابیه. نصف روزو با اون گذروندم. آدمیه که فقط در مورد کار حرف میزنه. اصلا هم جوری نگاه نمی‌کرد آدم اذیت بشه. تو زیادی به آدم اطمینان کن. من به خودم اعتماد دارم. در ضمن از اون آدمایی هم نیستم که دست عشقشو بگیره و ببره تو جلسه. دمیر باشه تو لابی منتظرم بمون. خواهش میکنم دمیر. خیلی خوب باشه. بیا بریم. ببین اونجاست. طول نمیکشه، نگران نباش. باشه برو به جلسات برس. من همینجا منتظرت میمونم. خوش اومدین. سلام، وقت بخیر. بریم بفرمایید. البته. این وقت شب بفرمایید. فکر کنم اشتباه اومدیم. قرار بود بریم پشت میریم فقط میخوام از اتاقم یه پرونده بردارم. در ضمن در مورد پروژه سری طراحی‌ها رو با خودم آوردم. یه چند تا پروژه هست. کمک میکنیم براشون داریم؟ البته حتما. بفرمایید. من داخل نمیشم. شما هر چی میخواین بردارید. خواهش میکنم بفرمایید لطفاً. اتاق برای دوتاییمون گرفتم. گفتم موقع حرف زدن تنها باشین. گفتم که اینطوری بهتره. آقای محترم، قرار بود تو تراسی قهوه بخوریم و با هم حرف بزنیم. لروکس لطفاً برو داخل. یه لحظه. اگه واقعا میخواین در مورد کار صحبت کنین فردا میاین شرکت، من اونجا حرف میزنیم. این کارتون اصلا درست نیست. اگه میخواین با ما کار کنین به هیچ وجه اینو فراموش نکنین که حق ندارین اینجوری با کسی رفتار کنین. لروکس خانم اشتباه متوجه شدین. لروکس خانم. لروکس دوبله شده در استودیو جن. لروکس چی شده؟ لروکس دمیر منو ترسوندی. چی شده لروکس؟ چیزی نشده. جلسه زود تموم شد. لروکس جوری اومدی انگار داشتی فرار میکردی. متوجه منم نشدی. انگار یه چیزی شده. آره شده. الکی پا شدیم اومدیم. اونقدرام ضروری نبود. گفتم بیاین شرکت صحبت کنیم. دمیر بریم خونمون. ببخشید میشه ماشینمو بیاری؟
بابا بوراک میشه بشینی؟ همش میری اینور میری اونور، سرگیجه گرفتم. طرف گفته شماره دخترمو میفرستم دیگه. آها اومد. الان میخوای بهش زنگ بزنی؟ آره اونجایی که الان هست ساعت خوبیه. سلام ایلول خانم، شمارتون از باباتون گرفتم. بله من بوراک هستم، بهتون گفتم. موضوع اینه که راستش میخواستم در مورد یه موضوع مشترک با شما صحبت کنم، درباره دمیر. لروکس، خوبی؟ آره خوبم، خیلی هم خوبم، فقط یکم خسته شدم. اگه من الان برم بخوابم زشت میشه؟ اصلا نمیشه، نگران نباش. شب بخیر. شب بخیر. دمیر، دمیر، دمیر. صبح بخیر. تو خونه پیدات نکردم، نگرانت شدم. یه کاری داشتم، برای همین زود رفتم. نخواستم تو رو بیدار کنم. خوبی؟ البته که خوبم. دمیر، من دیشب چی شد؟ لروکس، دمیر، من دیشب یکم خسته بودم. خیلی شب خوبی بود. یعنی اگه به نظر می اومد دارم برات قیافه میگیرم. اصلا اونطوری به نظر نمی اومد، نگران نباش. وقتی اومدم با هم حرف میزنیم. فعلا قطع میکنم. حالا با هم حرف میزنیم. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بعد از شما. آره گفتم. دیشب باز تو هتل موندی. کسی نمیتونه از دستات در بره نه؟ راستش این دفعه در رفت. یعنی شکست خوردی نه؟ یکم عجیب بود. تا اتاق دید فرار کرد. خوب شد. این دفعه هر دختریو که دیدی دعوت نمی‌کنی به اتاقت. وایسا پسر، هنوز اولشه. میخوام براش گل بفرستم ببینم چی میشه. به نظرم بیخیالش شو. جوابتو گرفتی. یه هفته دیگه میبینی. میبینمت. میبینمت. مخ بعضی از زنها رو خیلی سخت میشه زد، اما بهتریناشون لجبازتریناشونه. ببخشید. چی کار میکنی؟ تو رو دوست دختر من شرط بندی میکنی؟ بله جانسو خانم، همه کارای اون یتیم خونه رو ما به عهده گرفتیم. چیزه؟ مسئول مجله هنوزم پرین خانومه؟ آره؟ آها
رابطه تو باش خوب بود. میشه یه خبری ازش بگیری؟ شاید بتونن این هفته رو به ما اختصاص بدن. توی فرصت مناسب میخوایم جمع بندی کنیم، بعد بهتون گزارش میدیم. مصاحبه؟ آها، منظورتون پروژه است؟ نمیشه بعدن اونو بررسی من با کنیم؟ دمیرخان حرف میزنم، باهاتون هماهنگ میکنم. پس وقت نهار بهتون خبر باشه، میدم. پس من بهت خبر میدم. باشه، میبوسمت. منم. خدا نگهدار. دختر، از یه مجله معروف میخوام با دمیرخان مصاحبه کنن، یعنی یکی از مشهورترین مجله های دنیا. پس چرا تا الان زنگ نزدن؟ عزمیه چی شده؟ چی شده؟ برای دمیرخان درخواست مصاحبه اومده؟ راستش وقتی از پاریس اومد یه چیزایی به دستم رسید. با خودم گفتم بهش میگم، اما بعدش اون اتفاق افتاد. بعدش که شرکت 2 قسمت شد. آره خب، راست میگی. از اون لحاظ خوبه که اون موقع مصاحبه نکرده، چون الان وقتی بیان واسه مصاحبه شانس اینو داره که بگه شرکتمون به 2 قسمت تقسیم شده. خوبه، برنامه دمیرخان رو برو چک کن. امروز دعوتشون کنیم بیان اینجا. امروز نمیشه، قراره بریم با مشتری حرف بزنیم. باشه، پس برای عصر بهشون تو یه روز 2 تا قرار، تازه اونم بدون که از دمیرخان بپرسم در ذهن هنوز نیومده. خب از لروکس بپرس، اون میدونه کی میاد. لروکس اومد ولی خیلی با عجله رفت با بوراک حرف بزنه. خیلی خب، پس این کارو بکنیم. تو زنگ بزن عصری قرار بذاریم. خب منم با دمیرخان حرف میزنم، حلش میکنم. باش. من اون یارو رو میکشم لروکس. اون از اون تایلان، اینم از این. تمومی نداره. بوراک، اینجور آدما همیشه هستن. با عصبانی شدن ما تعدادشون کم نمیشه. اگه بخوایم بهشون درسی بدیم باید بهشون بگیم دیگه باهاتون کار نمی‌کنیم، تموم شد و رفت. آخه من چطور نفهمیدم همچین اتفاقی قراره بیفته؟ تو که طرفو اصلا ندیدی. منم تا آخرین لحظه نفهمیدم. لروکس عزیزم، واقعا ازت معذرت میخوام. سریع بریم پیش وکلای شرکت، کارهای لازم رو انجام بدیم، بهشون اخطار بدیم یا دادگاهیشون کنیم، هر چی بوراک، لازمه. نمیفهمی. طرف انکار میکنه، صداشو در نمیاره، میگه خودشون وقت شب اومده هتل. من نمیخوام این اتفاق بیفته. تو با کارفرما صحبت کن تا کسی تو هلدینگمون با اون کار نکنه. به شرکت‌های دیگه هم خبر بده. منم به همه دوستام اطلاع دادم. دیشب نزدیک 100 تا پیام فرستادم. از این به بعد هیچ کس نباید با این یارو کار کنه. من چیکار کنم که منو ببخشی؟ تو که تقصیری نداری. برای همین نگفتم. اما باید به همه خبر بدیم. باید در مقابل تجاوز این کار رو انجام بدیم و باید از ریشه کنده شه. جور دیگه ای نمیشه. باشه، هر کاری که لازم باشه انجام میدم، تو نگران نباش. صبح بخیر دمیرخان. صبح بخیر دمیرخان. صبح بخیر. دمیرخان، باید فوراً با هم دیگه حرف بزنیم در مورد برنامه کاری امروز و پروژه‌ای که دستمونه. باشه، 10 دقیقه بهم فرصت بدین، بعدم با هم حرف میزنیم. باشه؟ تو تراس هستن دمیرخان؟ باشه، بعدن میبینمتون. وای، چشاش همش دنبال لروکسه. منم دیدم. عشق بهش ساخته. انگار خوش‌تیپ‌تر شده. خدا میدونه چقدر دیگه میخواد خوش‌تیپ‌تر شه. نیه زشته به خدا. راشد جون، منم. خیسم نکن. خوش اومدی ودا. ممنونم. شب مهمون دارم. طرف اهل کارادنیزه. میخوام یه ماهی بهم بدی که جلو شرمنده نشم. خب؟ لورک؟ الانم فصلشه، درسته؟ باشه، ببین چند سانتی متره. ببینم اونو ببینم. اگه زیر 24 نمیخرمشو. 32 سانته. دمت گرم. رشاد، از این 3 تا برام تمیز کنی خیلی عالی میشه. باشه. ایلول؟
از جفتتون ممنونم. کارتون خیلی عالی بود. مروه خانم وقت مصاحبه برای من گرفتین، این خیلی خوبه. ممنونم، اما نمیخوام جلوی رئیستون تو شرایط سخت قرار بگیرم. راستش دمیر خان، ما یه جورایی با هم همکاری میکنیم. به هر حال اگه شرکت شما موفق بشه رو شرکت ما هم تاثیر میذاره، مگه نه؟ دیگه اون قدم از هم جدا نشدیم. اونم درسته. پس هم مصاحبه و هم کارهای پروژه رو امروز انجام میدیم. فقط من باید یه لحظه برم، یه کار کوچیک دارم. شما ببینین میتونین هر دو قرار رو اینجا انجام بدین. باشه دمیر خان. بیا. جلسه داشتین، ببخشین مزاحم نمیشم. خواهش میکنم بفرمایید لروکس خانم، کار ما هم تموم شده. چیزه، پس ما بریم دیگه. ساعت قراره رو براتون میفرستم دمیر خان. چی شده؟ دلم تنگ شده. چقدر زود؟ امروز زیاد کار داری؟ جلسه داری؟ نه، مشتری دیروز نشد، باهاش به توافق نرسیدیم. پس زود باش، میخوام بدزدمت. کجا؟ بریم یه قهوه بخوریم دیگه. اما تو که کار داری. مهم نیست، نیم ساعته میریم و میریم. به رئیست بگو، اگه گیر داد به من بگو. در مورد رئیسم اینطوری نگو، اون مثل تو بد اخلاق نیست. پس که اینطور خوبه، آدم شده. به خاطر خودش میگه. خیلی بدی دمیر. بیا بریم، میخوام قهوه لروکس، میشه اون پرونده بودجه ها رو کنترل کنی؟ قراره بفرستیم. بیرون منتظرم. باشه. حاله، میتونین بفرستینش. داری میری بیرون؟ آره، یه نیم ساعتی کار دارم. میخواستم ازت بپرسم که میتونم برم یا نه، اما اگه بگی نرو نمیرم. نه، این چه حرفیه؟ خوشگلم، میتونی بری. خیلی خب باشه، میبینمت. لروکس، دمیر میدونه؟ منظورم اتفاقای دیشبه. نه، بهش نگفتم، اما یه بوایی برده، زیاد پیگیری نکرد. باشه، میبینمت. چرا اومدیم اینجا؟ خوشت نیومد؟ نه، به خاطر اون نگفتم. کاش که میرفتیم همون جای همیشگیمون کنار دریا، اونجا قشنگتره. دفعه بعد میریم اونجا. برج خان، مگه شما قرار نبود بریم خارج از کشور؟ لروکس خانم، من اومدم ازتون معذرت خواهی کنم. من خیلی آدم عوضی هستم، این کار رو نباید انجام میدادم. بازم ازتون معذرت میخوام. این چی بود؟ تو رفتی پیداش کردی و اینجوریش کردی؟ آره؟ لطفا دفعه بعدی هیچی ازم مخفی نمی کردم. اما چیزی هم نگفتم. آره، اون لحظه نگفتم، چون میخواستم اول تصمیم بگیرم، اما تو جای من تصمیم گرفتی و وارد عمل شدی. تو همچین آدمی هستی دمی؟ اگه لازم باشه همچین آدمی هستم. آره. نمیخوام کسی به عزیزانم بی احترامی کنه و آسیبی بهشون برسونه. تو از من پرسیدی که من خودم چی میخوام؟ اینجور آدما به خاطر اینکه با زبون خودشون باشون حرف نمیزنی زبون نمیزنن. در ضمن من رفتم که با طرف خیلی محترمانه حرف بزنم، اما دیدم طرف حرف آدم حالیش نمیشه، مجبور شدم. مسخره است، باورم نمیشه. لروکس،
دوبله شده در استدیو جن. البته که منم نمیخواستم خشونت به کار ببرم. لروکس، تصمیممو گرفتم و وارد عمل شدم. اجازه نمیدم کسی جای من تصمیم بگیره. وقتی دمیر خان اومد بهش بگین که نمیتونه با مشتریا اونطوری برخورد کنه. لطفاً بره پیش روانپزشک. فکر نکن حالا که آلارا رفته همه چی تموم شده. ببین دختر از سر کولش بالا میره. میدونیم که مجردی. آیا دمیر اراندیر قلبش خالیه؟ اونو من حل میکنم، نگران نباش. تو فقط بگو چی میخوای. یه چیزی بگم. به نظرم یه بازی رو شروع کردی که آیندهشو نمیبینی و نمیدونی چه اتفاقی میفته. برعکس. این الان از کجا در اومد وداد؟ فکر کنم امروز ایلو رو دیده. بخند داره بخند. ببینم وقتی نقشی که برات آماده کردم و ببینی بازم میخندی. سلام دمیر. نمیخوای چیزی بهم بگی؟